بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. بنده امام خطیب مسجد جامع به نام حاجیان ده ظفر جماعت چاریکاران هستم، ناحیه رودکی، نرزلایف طالب جان. به سمع شما تماشابینان عزیز رساندنی هستم که ما مردم شریف تاجیکستان در یک فضای تنج آرام الحمدلله که زندگانی به سر برده ایستاده. در وقت خالگی های خود کمی با رسانه های اینترنتی مشغول می شویم و ناگهان نظر با چند نوارهای ویدیویی افتید که در آنجا با نام عزت امان گفتن شخص که زاده همین دهه ماست، همین جماعت ماست که همراه ما در یک جا کلان شد، به وایه رسید، در یک مکتب تحصیل داشتیم و آوان جوانی یک جایه گذراندیم. ما در یک مکتب تا صنف دهمی را یک جا خواندیم. در مکتب عزت امان نه آنقدر سواد کافی هم به پرگی داشت برای این گفته هایی که امروز این عزت امان ادعا دارد، گویا که حامی مهاجران باشد. برای شخصی که ته کرسی از مکتب نداشتگی باشد 100% معلوم است که بیسوادی شخصیت را به این منصب ها و به این وظیفه ها نائل شدنشان هیچ امکانیتی ندارد. بعد از ختم مکتب میانه عزت امان با چگونه که ما اطلاع داریم به دولت جمهوری اسلامی ایران سفر کردگی بود برای تحصیل علم و از اونجا بعد از آنجا در شهر فدراسیون روسیه رفت. آنجا تحصیل کرد یا نکرد این والله اعلم. شاید عزت امان با دسیسه بازی های یا اینکه گوییم از جانب خواجگان خارجی دستگیری می شود که بهر این صلح و صلاحی که برای این سرزمین تاجیکستان عزیز ما هست چشم دیدن ندارد و اون گفته هایی که در این نوارها برای از عزت امان میبینیم یا میشنویم 100% خلاف قرآن و سنت است، خلاف انسانی است، خلاف آن است که مسلمان برای مسلمان داشتگی باشد. عزت امان این گفته هایی که شما میگویید که تاجیکستان ما برای جای کار تأمین کردن شهروندان ندارد، زندگی مردم تأمین کردنش از عهدهش نمی براید، این 100% دروغ است. مهاجرت مهنتی این در تمام عالم هست، در تمام دولت های دنیا این وجود دارد. این یک نوع حیات انسانی است که از تاجیکستان به روسیه، از روسیه حتی ببینید که شهروندان روسیه به طرف اروپا، از اروپا و امریکا همگان برای مهنت میروند، برای کار میروند. و چیز دیگری که در این ویدیوهای شما ما میبینیم به هر دستگیری کردن مهاجران میگید، ادعا دارید، دعوا میکنید. این ادعای شما را اگر چند انسان‌های انگشت شمار اگر طرفداری کنند، قسمت زیاد از همون مهاجرها خلاف شما هم گپ میزنند. رفتار و کردارهای شما خلاف همون مهاجرها است که گویا شما حامی مهاجران در فدراسیون روسیه باشید. این 100% دروغ محض است. اون کارهایی که شما انجام داده ایستاده
با جای دستگیری کردن مهاجران، بعضی از مهاجران ها را در عذاب و کلفت گرفتار کرده ایستادید. سخن بعضی از زنهای اغواگر را گوش می اندازید، زندگی آنها را ویران کرده، شوهرهای آنها را در عذاب و کلفت گرفتار کرده ایستادید. و چیز دیگر، ویدیوی دیگری که شما در این رسانه ها پهن کردید، اگر شما تاجیک هستید، خونی تاجیکی داشته باشید، بجای آنکه عیب برادر مسلمان و ملت مسلمان تاجیک را اگر بپوشانید، برعکس این چیزها را شما آشکار میکنید، در تمام رسانه در تمام جهان نشان میدید، گویا که در تاجیکستان فاحشگی در اوج باشد. کجا است این دلیل شما؟ نه همه ملت عزیز ما و شما این افعال ناشایسته را دارا هستند. پس برای شما سوال داده می شود که اگر شما حامی مهاجران که باشید، پس کدام وقت از شما یا که کسی از بمانند شما انسان ها بودگی ادعا و دعواگرها به خاطر دستگیری کردن زندگانی کودکان همین تنفروش کمک کردگی هستید؟ آیا برای شما سوال است همین کار انجام دادید شما یا نه؟ هیچ کدام از شما برای کار خیر، برای آباد کردن وطن، هیچ کدام از شما این کارها را انجام دادگی نیستید. و چیز دیگری که در رسانه ها ما با خبر هستیم، در چند نوار شما دیدیم که حتی مهاجرایی که وفات میکنن، برای آنها شما اعلان میکنید که مبلغ جمع کنید. این هم یک نوعی بیزنس شما است، یک نوعی برای منفعت نفس خودتان به دست آوردن یک لقمه است. برای اگر همون میت روان کردن به وطن شاید تخمینی اگر 10,000 و 15,000 صرف شود یا 20,000 والله علم چی مقدار می شود، اون پولی که شما جمع میکنید 50 و 60,000 تا 100,000 هاست. شاید باقی مانده اون پول کجا می شود؟ این به منفعت نفسانی خود شما است، یا به خاطر کدام حجت یگان مهاجر دیگر کمک کردنشان برای ویزشان باشد یا برای کار دیگرشان و از آنها پول کلان درخواست میکنید، طلب میکنید. پس این کارهای شما عزت امان 100% خلاف انسانی است. شما از دور استاده مردم را در اغوا و در تفریقه ناندازید. این برای شما مراجعت میکنم که 100% شما یقینا دروغ میگید. این چیزهایی که شما در این رسانه ها پهن میکنید هیچ کدام اینها دلیل و اساس ندارد. هر چیزی که اون خواجگان بیگانگان شما را دستور میتین، فرمان میتین، شما طبق دستورات همونها کار و فعالیت میکنید. اون ملت سرزمین عزیزی که در هر کجایی که نباشد تو اینجا آرامی که زندگانی میکنن، شما اونها را مقصد شما پراکنده کردن اونها است، تفرقه انداختن شما است. خداوند در قرآن عظیم و شان ما و شما را میفرماید استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آیا این سخن خدا را فراموش کردید؟ کجا است اتحاد کردن شما؟ کجا است اتفاق کردن مردم ملت تاجیک شما؟ ولا تفرقوا میگد خدا ما شما را تفرقه ناندازید در حالی که شما مسلمان باشید، دعوای مسلمانی میکنید. جای دیگر که میفرماد که استعیذ بالله الفتنه اشد من القتل، فتنه انداختن بین برادرهای مسلمان سخت‌تر و وزنین‌تر از گناه او، عذاب او از آنه که خونی به غیر حق میریزد. پس ما یک بار فکر و اندیشه کنید از در آیت قرآن، در گفته های پروردگار و گفته های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کجایی که با صحابه ها هم صحبت میشدن، اولا چیزی که تأکید بر اهل اصحاب میکردن که محبت برادر مسلمان ها را در قلباتون جا کردن بود. اتفاق و اتحاد در بین همدیگرتان باید که شما پایدار کنید. بهر آبادانی وطن میگفت که کوشش کنید. پس آیا شما چی کار انجام دادید؟
چی کار به منفعت ملت تاجیک یا که دولت خود انجام دادگی است که امروز از دور استاده دعوای حامی مهاجران و دیگر چیزها میکنید؟ برای گویا که شما اعضایان و طرفداران داشتگی باشید که 10,000 نفر شخصیت ها را برای تنج کار آرام کردن یک سرحد همسایه را. این وظیفه دولتدارها است. برای شما از دست شما چیزی نمی آید. این کار شما هم نیست. برای همین تماشاگران عزیز، بینندگان گرامی، ملت سرزمین تاجیک عزیز، مراجعت بر آن شما میکنم که بر این گفته ها و بر این دسیسه بازها باور نکنید. این چیزها، این کسها فقط یک اغوای می اندازند بهر از بین بردن این تنجی آرامی صلح و صلاح. انشاءالله که خداوند جل جلاله که نعمت تنجی امانی برای ما و شما دادگی است، زحمت و تلاش هایی که سرور دولت ما و شما برای ما و شما کرده که ایستاده است، برای انسان عاقل این بسنده است. این آبادانی، این زیبایی، این شکوفایی، این تنجی آرامی را ببینید هر روز برای ما و شما روز بر روز زیاده شده ایستاده است. این سببش در چی است؟ انمون برادر صلح و صلاحی که الحمدلله برای این ملت ما و شما است همین است. باید که همیشه ما و شما دعاگوی آن باشیم که خداوند دشمنان این ملت و این دولت این سرزمین سرنگون بگرداند. برای شما عزت امان گفتنی هستم که از این دسیسه بازی های و از این اغوا اندازی هاتون دست بکشید، هم نزد قانون در این دنیا، هم نزد مردم و هم در نزد پروردگار یک و یگانه. حتما جوابگو هستید. شما مسئولیت وزنین دارید. نباید که مسلمان تفریقه اندازد، نباید که مسلمان دعوای مسلمان داشتن پس نباید که اغوا انداز باشد. سخت‌ترین گناه، سخت‌ترین عذاب در روز قیامت همین است که بین دو برادر مسلمان تفریقه باید اندازی. بعد از شرک آوردن به خدا یک و یگانه، این گناه سخت‌ترین و وزنین‌ترین است که خداوند در صراحتاً برای ما و شما در قرآن عظیم و شان بیان کردگی است. یک بار مراجعت به سوی قرآن کنید و از این کارهای خود دست بکشید. از این لحاظ مراجعت به سوی مردم میکنیم که فرزندهای و نبیرگان نصیحتگو باشیم تا اینکه بهر آبادانی کشور سهم گذاشتن وطن عزیز خود، بهر سهم گذاشتن محله و دیار زیست خود اندکی هم باشد سهم گذار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.